تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یارم مبادان که گدا معتبر شود. ما در کنار آقا صاحب ششتیم، موتر گرفتیم، به خیر طرف دفتر میریم. تا نبازی دین و دنیا در قمار، در صف رندان نمی باشی شمار. یا مگر رفتی خرابات مغان، خودسرانه به صلاح دوستان. کار رندان را تو آسان نشمری، باید اول از سر جان بگذری. دارد رضای خیش به حکم رضای ما، سر از در حقوق محبت سرای ما. و شاخ را دو دیده کشد ابتلای ما. اینمی امتحان است خدا ما شما را ناکام نکشه، پروفیسرها ناکام ما. می پروریم دشمن ما، می کشیم دوست، کس را مجال نیست به چون چرای ما. بیگانه را چیزی که باید در بلاغم، آن را بلا رسد که به آشنای ما. گمشیره از کدام تلویزیون تا شد دمیتریا. گفت آقای پودری از آقای کرزی دکتر عبدالله چی میخوایی؟ گفت خود از 5 روز از موبایل مردم میزنه، بعضی چی میخوایی؟ کسی که درد ملت و مادر وطن نداره، وقت گفتیم شعار هم است که جای باقی باشه. بی درد را دوا و به ما درد میرسد، روزی به قدری حوصله مرد میرسد. به چاشنی درد کسی مرد نمی شود، نامرد دو در که در او درد نباشد. نام عزیزترین شخصی که در زندگی تانه است و برای تو بسیار عزیز است و بسیار خاص است؟ الله. از میگن افسوس که گلرخان کفن پوش شدن، از خاطر یکدیگر فراموش شدن. آنان که به 100 زبان سخن میگفتن، آیا چی شنیدن که خاموش شدن؟ دانی که خدا چرا داده تو را داده است، من معتقدم اندران رمز است. سلام و احترامات خدمت همه هموطنان گرامی، من رفیع الله عزیزی هستم. امروز در برنامه مهمانه خواستیم کم متفاوت‌تر برنامه مهمانه را بر شما اجرا کنیم. ما آمدیم پیش یکی از کسایی که سابقه دار هستند اینجا و نامش آقا صاحب است. میریم از نزدیک می‌بینیمش. آقا صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. چی حال دارید؟ خوب است؟ بخیر هستین؟ چه گپ است؟ بسیار خوش آمدی آقای قند. سلامت باشی، آرزو دارم که خوب صحت باشی. من بسیار وقت می‌خواستم پیش خودت بیام. قربانتم. اما متاسفانه همین جنجالا و گپا یکم زیادتر بود، نتونستیم پیش خودت بیام. بسیار خوشحال هستم در کنارت هستم. آقا صاحب پس خودت بشنویم. بله آقای قند، مشکلات خو اضافه است، اما چیزی است که کلش از دست خود ما آقای قندم. خب و دمی حالت ما شکر میگه چرا حافظ میترسیدی از اجر نکردی شکر ایام وصالش. روز اگر غم رسد تنگدل نباش، رو شکر کن مباد که حسبت بتر شود. در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یارم مبادان که گدا معتبر شود. آقای قند، ما به شما افتخار میکنیم که صدای ملت شما در جهان میرسانین. و یک چیز دیگه هم از آقای قندم که نیم برادرها را ما خواهش کردیم که افغانستان ما 34 ولایت داره. 34 ولایت ما روشن فکرها داشتیم، در هر قوم شیر و شغال است. این حال آقای قند به خاطر 4 نفر لچک ما یک قوم هیچ واده بد گفته نمیتونیم. 34 ولایت سابقا ما در یک دسترخوان بودیم. حالا ما از خدا التجا داریم، دمی ختم شریف دعا میکنیم. همی حالا از ختم شریف آمدیم کمی 34 ولایت خدای بی‌نیاز ما را اتفاق قرآن نصیب کنه، عمل قرآن نصیب ما کنه، ادب قرآن نصیب ما کنه. وطن ما گل گلزار است آقای قند. بسیار تشکر آقا صاحب. من میگم چی خوب است که اینجا فعلا ما در دکان خود آقا صاحب هستیم، به خاطر از اینکه همین ساعت کم زیق است. من میگم خوب است که آقا صاحب گرفته طرف دفتر حرکت کنیم. میریم. چی نظر دارید؟ میریم آقا. بریم بخیر. ها میریم. بخیر باشید ان شاء الله. بریم بیایید. سلام مجدد دوستا، ما در کنار آقا صاحب ششتیم، موتر گرفتیم، به خیر طرف دفتر میریم دیگه. آقا صاحب در کنار خود داریم، امیدوار هستیم قصای شیرین ان شاء الله در دفتر داشته باشیم. ولی آقا صاحب شاید ما متعجب هم ساخته باشیم. نه قربان شم. خب خیر باشه دوستا، خیر برنامه را شما تعقیب بکنین، ما طرف دفتر میریم. حتما ما را همراهی بکنین که قصای شیرین همراه آقا صاحب داره. سوال بفرمایید. جای خودتان اینجاست. تشکر بسیار. خواهش میکنم بفرمایید.
سلام بینندگان عزیز چینل یوتیوب کابلیان. ما امروز رقمی که در جریان قرار داشتیم در اول برنامه دیدین امروز آقا صاحب از دیافانان به دفتر آمدیم و فعلا آقا صاحب در کنار خود دارم در دفتر. خوش آمدید استاد. خوش باشه آقای قنوال. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و تمام برادرای ما و تمام کسایی که برادرای ما در خارج است، سرگردان است، مهاجر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک سلام کامل 30 درجه دامال آدم نیکی میشه دیگه. سیب بازم تکراری میشه که یک نفر در آمد در مسجد محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همراه آقا ششته بود، گفت سلام مبارک صدا کرد که 10 دیگه گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، گفت 20 دیگه گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، گفت 30 درجه دامال جوان نیکی نوشته کنین که یک سلام کامل که توفیق از عالم بالا برام آمده. تا ما یک سلام کامل یاد نگرفتیم سید. دیگه شابت گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یا حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم. ایمان چیز گفت ایمان ادب است. گفتم خدا ما را ادب اسلام نصیب کنه. دیگه گفت صدقه چه یا حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم. پیسه ندارم که ختم کنم، زکات بدم، حج برم. گفت هیچ چیز نداری؟ گفت هیچ چیز ندارم. گفت لطف خوش کده میتونی امرای بندای خدا؟ بله. لطف خوش خلق را شکار کند، عقل بهتر از این چی کار کند؟ دیگه حالا آقای قبل یک چیزی است که ما هر چیز از دست خود میبینیم. ز بیگانگان هرگز ننالیم، با ما هر چی کرد آن آشنا کرد. بله. دیگه حالا فعلا ما 1000 بار شکر میگیم چیزی که امنیت آمده. بله. امی برادرای ما را ما خواهش کردیم، باز هم خواهش میکنم که جوانای ما رو در هوش خود بگیره. 34 ولایت در یک دسترخوان بدیم، حالا در یک دسترخوان باشیم، دست خارجی را قطع کنیم، معدنا را به خیر بکشیم. خب بسیار زیاد تشکر، گپای عالمانه و منطقی است. ما میخوایم بیشتر از موضوعاتی که ناراحت کننده است بر ملت، بر مردم، از اونا چشم پوشی بکنیم. میخوایم کمی در مورد خودتان بیشتر یعنی معلومات بگیریم و با دوستان معلومات بدیم. ما میخوایم کوتاه یا مختصر در مورد خودت یک معرفی کوتاه داشته باشی. یک معرفی اسم من سید جان آقا. اما خبر از دیافانان هستم. بله. بسیار خوب. از دیافانان ما شنیدیم که امون نوسرایی یا نتسرایی تان از امون آغازش فکر میکنم از شاید و شمشیره است. از شاید و شمشیره ولی صاحب از خانقای پالوان میگن داشت خانارفان پاچه بود. با 7 ساله بودیم که پدر ما پیش سید جان آقا ما رو میبرد جبل سراج. مرشد صاحب خانقای گلابی در پایین چوک، خانقای پالوان و خانارفان پاچه. اون از 7 سالگی دیگه دینمی را بار پروردگار را دوایی. بسیار رای نیک است. کمی میشه بیشتر در مورد شاید و شمشیره بفهمیم. مسجد شاید و شمشیره ولی مسجد شاید و شمشیره ولی صاحب آقای قن که ما در پروگرام دیگام گفتیم یا کلش سربازای پروردگار است یا خزم عربستان که آمدن در شهدای سوالین. از شهدای سوالین بسیار برادرای دینی موجه به شهادت رسیدن که به نام شهدای سوالین است. تمیم صاحب انصار سپرسالار اسلام، جبیر صاحب باز یک تعداد کوچه به شهادت رسیدن، یک تعداد دیگهش دیگه از بالیسار دیگه برآمدن در شار برآمدن که باز هر کدامش در نمهر منطقه که به شهادت رسید باز یک مسجد بنا کردن. باز میگن افسوس که گلرخان کفن پوش شدن، از خاطر یک دیگر فراموش شدن. آنان که به 100 زبان سخن میگفتن آیا چی شنیدن که خاموش شدن. عالم شهر کابل ما که بار خدا روی داده، علمی دوستای خدا افتیده و دمی جنگای تنظیمی باید یکی ما زنده نمیبودیم آقای قن. میفهمم. خب شرایط از آدم باید با شرایط سازگار باشه. من یک چیز دیگرم در مورد من همیشه سوال است و این در ذهنیتم بوده که همیشه در برنامه نوسرایی یا نتسرایی که ما اشتراک کردیم بسیار احساس عمیق میگیرن اما کسایی که اوجا نت میخوانن. بله. بسیار در احساس غرق میشن و قسم برخورد میکنن که گویا از اون حالتی که حالت عادی که دارن بیرون برآمدن. ما میخوایم در مورد از این بفهمیم که چقدر شما حس میگیرین و حس از کجا میشه. بله. ولی اعتراض آقای قن یک تعلق به چیز داره، درون انسان به اصطلاح که چقدر ارتباط برقرار میکنه. قربان شما عالم میگه ما درون را بنگریم آل را ما بیرون را ننگریم قال را که از قیل قال مدرسه حال دلم گرفت یک چند نیست خدمت معشوق میکنم. این مکتب تصوف که است مکتب سربازی است قربان سر جان.
که تا نبازی دین و دنیا در قمار در صف رندان نمی باشی شمار یا مگر رفتی خرابات مغان خودسرانه به صلاح دوستان کار رندان را تو آسان نشمری باید اول از سر جان بگذری. حالا شاید شمشیری ولی صاحب سرباز بود جان به جانان داد چون خاک راه شدم هم چوپه از بادباز تا آبرو نمی رود و نان نمی رسد حافظ صبور باش در راه عاشقی هر کس که جان نداد به جانان نمی رسد. این حال تیمورشاه چرا در تیمورشاهی کس نمیره دعا نمیکنه صحیح تا دیروز صاحب اون خوب دیده بدیم که تیمورشاهی چه رقم بود حالا یک ترمیم شده اگر وام آتم تایی رو که دسترخوان می داشت نامش مبرامد اما اون دسترخوان نداشت که به نیاز ما دوستی که نتانست جان نداد او را توفیش چی داند سینمای تیمورشاهی این شاد شمشیری ولی سر جان را به جانان داد توفیه زیر مسجد مبارک داد ما خرد بچه بدیم که ندمی القبان مانیم تا همه روز آقای خان. بله بسیار خوب. من یک چیز دیگر در جریان صحبت با خودت متوجه شدم می که بسیار شعر حفظ داری. بله. دلیلش چیه؟ چرا که حافظه خوب داری؟ من نمیفهمم. حافظه بسیار خوب است. به نظر من یک جوان هستم باور کنین بعضی وقتا یک شعر میخونم بسیار زود فراموش میکنم ولی آنقدر حافظه قوی و آنقدر حافظه خوب داری. من میفهمم کلش رفت برای الله داره و حس درونی داره. بازم خود میشنم. قربان سر چمون بیشتر گفتی نه؟ بله. حال هرچند که دمی خانقای ما صدقه سر چمون تو محبت نیست حاجی صاحب شورش میگه دیوانه شدم در عشق هوشیار نمیابم برباد شدم در غمخوار نمیابم کارم بشد و از دست کوهن دل آخر تاراز دلش گویم دلدار نمیابم از ظلم نمد پوشان تاریک شده گردون در دیده مظلومان انوار نمیابم فریاد زند مظلوم نزد همزار یک دادرس آخر در دار نمیابم آداب تصوف کم از خانه قوم مسجد شد نصف جهان صوفی اسرار نمیابم در پشت گو و مشتر 100 بار کتاب دیدم در مدرسه تدریس یک بار نمیابم از شورش عشق او بیتاب شده فکرم دلهای محبان را اسرار نمیابم 1 ساعت نیم ساعت قالم صحبت میکنه اما بیادبی ما باشه که دلی علیکاین در روش داره یعنی فن نمیافی این خود علم آل و قال است حالا میگه هیچ کس از پیش خود چیزی نشد ای چاهن خنجر تیغ نشد ای چاهن خنجر تیز نشد تا که مولانا علوم شاگرد شمس تبریزی نشد مولانا نشد این مکتب که از آقای قرن سربازی است جانبازی است مثل که پیر ایراد میفرماید میگه نماز خواندن زیاد یعنی فرض خصیص اضافه شه که نماز خواندن زیاد کار بیوزنان است روزه گرفتن صرفه نان است اجر رفتن سیر جهان است نان به تک نان دادن کار مردان است بسیار خوشحال هستیم که باز اون خودت داریم و من واقعا دائم خوش باشی آقای من از سخنات واقعا چیزای خوب دریافت میکنم و چیزای خوب ذهنم همیال منسجم کرده دائم خوش باشی بخیر باشی هرچند که ما در شروع برنامه دیدیم که در یک دکانک بسیار خرد یک دکانک بسیار مشغول به کار بودیم در ضمن از اینکه مصروف او دکانک هستیم دیگه چی کارا را والا قبل وظیفه می نویس که یک قسم مرض آمده در افغانستان ما به نام تشویش که هیچ دوا نداره باز من میره پروردگار من وظیفه دادم که هر جای کراچیوان دکاندار جوانات تا در موتر که میرم چرت میزنم چرا من میگم جان بدن در کار خداوند نیست چرا نگو برای که میگه آن را که پروریم به سوی لقای ما او را دیم جام بلا در بلای ما دارد رضای خیش به حکم رضای ما سر از در حقوق محبت سرای ما و شاق را دو دیده کشد ابتلای ما یعنی امتحان است که خدا ما شما را ناکام نکشه پروفیسرها ناکام ما می پروریم دشمن ما می کشیم دوست کس را مجال نیست به چون چرای ما بیگانه را چیزی که باید در بلا غم آن را بلا رسد که به آشنای ما بنده امان بی که ز تقصیر خیش عذر به دربار خدا آورد ورنه سزاوار خداوندی را هیچ کس نمیتواند بجا آورد خداوند عجز عاجزی را بسیار دوست دارد دقیقاً ما در هر جایی که میریم به خانیام که میریم به گوشگک میشینیم با شما و جوانا و دست من میگیره بالا سر میگه آقا صاحب زمانی که تو میخواندی خو هیچ کس نبود این حال شما بگیرین هر شب جمعه مثال نان کنین پلو کنین و 20 تا خانه قایر میارم براتون خدا روز نه بیاره که یا مریض یا مفلس باشین اگر ما خبرتون نگرفتیم خب من نامرد هستم آقای قرن دقیقاً بسیار زیاد تشکر آقا صاحب تشکر نیست من واقعا از پرده رسانه‌ها خودت میدیدم فکر نمیکردم که یک روز روبرویم بشینی و ما تو حرف و حدیث داشته باشید خب
ما میخوایم که برنامه برای دوستا خسته کن تمام نشه و دوستان دلگیری نشن. به اون خاطر ما میخوایم یک نعت دیگه قسمت از برنامه از خودت بشنویم. چی مزاح ای دل بیا ببین که الله اکبر است، دشمن اگر قوی است نگهدار قوی تر است. چرا شگفته نباشیم الله سبب ساز است. دری که بنده ببندد در الله باز است. و کوی تور شنیدم که عاطفه می گفت که کار بی سبب آن را الله سبب ساز است. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم است. صد شکر که هست میان دو کریم. ما را چی غم از روز قیامت باشد. دفتر چو کریم آمد و دیوان چو کریم. الهی بندت را متام است، لبش را از نیاز غیر بردوز. اگر محتاج خلقش می نمایی، در آبش افگن و در آتشش سوز. یا رب ز کرم مکن پریشان ما را، هرچند که از جرم و عصیان ما را. ذات تو غنیست و ما همه محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را. هزاران درود، هزاران سلام از ما بر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ماشاءالله واقعا کیف کردم و ما اتفاقا در نوسرایا جایی که نعتخوان‌ها هستن نعت می‌سراین ما چند بار اشتراک کردیم و چیزی که بسیار مرا جذب میکنه همون احساسشون است، همون ارتباطی است که با خداوند میگیره. من بیشتر مجذوب خودش میسازه که فعلا در اون حالت قرار گرفتم و برفتم به یک دنیای دیگه. بسیار خوشحال هستم که باز خودت دارم و واقعا کیف کردم. خب اضافه از این گپا میگذریم، ما میخوایم یک خاطره بسیار جالب تا بر بیننده بگوییم. والا خاطره آقای قند بسیار زیاد است، بسیار زیاد است. درد بسیار است که تا خاطره را فراموش کردیم. از درد مادر درد شما. بله میفهمم. باور کنین که میسونر جوان ببینم تقریبا یک خورده گوشت به هم میشه، اما بازم بیشتر برات گفتم که خداوند میگه کس را مجال نیست به چون چرای ما. در کار خدا ما غرض نداریم. باز این جوانان رو میگم که شما کوشش کنید که دعای پدر مادر بگیرید، خدمت پدر مادر کنید. فهمیدی چه؟ خدمت پدر مادر، دعای پدر مادر. حالا خامده دیگه آمده رد نیست. برای اینکه ما خودمون شکری کردیم آقای قرآن. مرا بعضی دوستان میگه آقا سن نوش جان شد صبحی شیر چای کیک اول از برای چاشتم پلاو میدید. من گفتم من خب پلاو نمیخورم، مگه میخورم خودش من که چیکار پیش میرم. میفتی طرف وضعیتم ببینید. قربان چون من گفتم اینمی غم کلی گپ سر غم است آقای قم. کسی که درد مادر وطن ملت ندارن جایش با قواش است، من خوشوارم است. بی درد را دوا و به ما درد میرسد، روزی به قدری حوصله مرد میرسد. به چاشنی درد کسی مرد نمی شود، نامرد دو در که در او درد نباشد. پیشی بیدردان چرا فریاد بی حاصل کنم، شکوه گردانم با یار صاحب دل کنم. هرچی درد از خدا می خواهم نصیب من شود، بر امید آن یار یک دم طبیب من شود. گلی که بوی ندارد بر او چمن حیفست، دلی که درد ندارد بر او بدن حیفست. کسی که سجده ندارد بر او کفن حیفست، کسی که فهم ندارد بر او سخن حیفست. در این دنیا کسی بیغم ندیدم، اگر دیدم بنی آدم ندیدم.
او که غم ملت مادر نداره، هیچ بنی آدم نیست آقای قند. دقیقاً. خب این مشکلات ها متاسفانه هست آقا صاحب. میخوایم کم بیننده شاد شود، به او خاطر گفتم یک خاطره خوشت باشه که حداقل اونام لبخند بر لبشان بیاد. طبیعی است که ما در این وضعیت قرار داریم، اونا سرشار از غم و این مسائل هستن، اما میخوایم اونا رو دورتر از این مسائل داشته باشیم. بسیار خوب. یک خاطره بسیار خوب جالب. اعتراض آقای قندم که بیشتر براتون گفتم که هیچ خانه را، هیچ اداره را، هیچ مملکت خدا بی سر نسازد. زمان حکومت سابق که بود، یک برادرم زوره یک همشیره از کدام تلویزیون تا شد دمی دریا گفت آقای پودری از آقای کرزی دکتر عبدالله چی میخوایی؟ برو همشیره جان چی بخوایم؟ خب بسیار شله شد. گفت خود از جا 5 روز موبایل مردم میزنه بعضی چی بخوایم؟ رفتن پیش دیگه پدر جان گفت فزیمی دولت چی میخوایی؟ این پودری استی حالت خراب است. سنی سعی کرد برو همشیره جان الهی گفت بسیار شله شد. خب بالاخره گفت ما زمین دولت بسیار خوش هستیم. گفت چرا خوش هستیم؟ دمی حالت گفت که زمین دریا از ما بهتری سکو کران نمیگیره، مالیه نمیگیره، صفایی نمیگیره. نزدیک دیگه شدن گفت همشیره جان سنما نبید. گفت چرا نبید؟ یک چیز خواهش کنی از پاچا. گفت برو همین دولت بگو هر وقت سیل آمد ما رو خبر کنه که ما رو او نبره خودش خود. دیگه نال آقای قبل بیشترم براتون گفتم که هیچ فامیل خدا به اداره نسازه. این وطن ما دکتر سید نجیب که خطا خورد، اما ما امید داریم جوانا را روشن صدقه چا خوشی نصیبشان میکنم دیوانگی تا بر سرم غوغا شود، سکه بر زر میزنم تا صاحبش پیدا شود. یک مولوی صاحب همین درباره ریشه بگو، من گفتم من میمونم خدا ادبش نصیب میکنه که نگاه کرده بتونیم. اج رفتن آسان است اما نگاه کردنش مشکل است آقای قندم. باز من گفتم من میمونم مولوی صاحب، میمونم ریشه من میمونم، اما اینا رو من گفتم لیس آمده یهودی نصارا آمده جهاد مهم است، من میمونم ریشه من. ولی چیزی نداریم. من گفتم چرا نداری؟ ایمان داریم. یعنی ما امروز که خشت سنگ دووندیم. یک نام برای آقای سیوید هم میگن آقای قند. علم شریف هم متعارف بردیم. اما در طرف دوکانا که سر نمیمونم خشت سنگ در دست ما بود. تا هر رفتیم من گفتم یک 400 مصلبه دیدیم که هیچ گپی نشد. باز بچهای چندول آمد به آقا صاحب ما یک اولی صلاح داریم. یک قصای کتابی و چیزا نیست آقای قند مستند است. باز چندول رفتیم دیگه صاحب اینجا باز تقریبا چقدر مشاهدت رسید چقدر چی شد. حال آمدن که ما امروز دواندیم و بدن جهاد کردی به خود میکنی، نماز میخونی به خود میخونی، هر چیز میکنی به خود میکنی. خداوند یک نام صمد بی‌نیاز است. بهترین عبادت خدمت خلق است. عبادت بجز خدمت خلق نیست، به تسبیح و ریش و پکول و چپن و درد نیست آقای قند. بهترین عبادت خدمت خلق است که ما 34 ولایت آستینای خود بر بزنیم، اول پودریگکای خود نجات بدیم، دوم دیگه برادرای ما مهاجر از فابریکا رو برشان جور کنیم. دیگه آقای قند لکه ما جمع میشه. حالا سن هر جوان میبینم خود مثلا چرت میبریم خدای باز حضور میکنیم که ای تو یک لطف کرمت کدی خدا یک لطف کرمت دیگه میکنی که برادرای ما رو صله رحم نصیب کنی که جوانای ما رو در آغوش خود بگیره. چرا تر هستی؟ بله آقا صاحب بسیار تشکر از گپای عالمانیتون. ما به خاطر از اینکه رمضان است فقط امو تجلیل خودتون از رمضان، امو روشی که شما از رمضان استقبال میکنین چی روشی است؟ با مردم عادی طبیعی است که فرق داره. ما میخوایم اون رو بفهمیم باش ببینیم دام. ولی آقای قند یک چیز است، اول خدای بی‌نیاز ما را ادب رمضان ما را نصیب کنه بدون شک که دین، ایمان، وجدان کلش سر تا با ادب است. و برادر دیگه ما کدام تلویزیون بود گفتم این مثال مرکب هم که دانش بسته کنی روزه است. اینال اگر ما روزی واقعی بگیریم در ماه مبارک رمضان اتیاگید شود که سر جهان اسلام باید دید شود. صحیح است؟ کلی ما در یک دسترخوان بشینیم از تلویزیون پیشانی ما تا 60 پای ما باید روزه باشه، چشم گوش دیگه. اینال ما که ببینیم به خدا بسیار مشکل است آقای قند روزه گرفتن. بله. خب از مشکلات خودت داره، یعنی خودتون به خاطر از اینکه مدسرا هستین و طبیعی است که دوستای دیگه همراه خودتون همکاری میکنن، یعنی شما چه رقم از رمضان استقبال میکنین و روش که مثلا رمضان شما پیش میبرین یا رمضان روزه میگیرین چه قسم است؟
یعنی همون روشتان مثلا شاید مسرایی بکنین با مردم عادی طبیعی است که فرق میکنن یا مثلا در مسجد شاید ختم داشته باشین. بله این چیزا رو میخواستم از خودت بشنوم. ولی آقای قند یک ماه مبارک است که ما را نصیب کرده پروردگار عالم، چرا دیگه کسی نصیب نکرده؟ خیر اسلام دین است که چراغ است. آقای قند میگه چراغ را که زد برف روزد الان کس پف کنه تیشش بسوزد. دیگه ماه مبارک است آقای قندم که گناه پاک میشه. حتی کافرها سینما دیده و هم روزه میگیرن. بله. یک مرض که میگیریش روزه میگیرن، اما ما قدر روزه را نفهمیدیم، پیمبنار قدرش نفهمیدیم، حتی قدر خود ما نفهمیدیم. این بسیار یک ماه مبارک است. حتی سابق صاحب رمضان که می آمد پیش از رمضان کل فامیلات ترتیبات میگرفتن. باز همه مثال وادی نماز تراویح خلاص شده بود، باز در بازارها می‌آمدی در کاسای در استالیفی فرنی پخته میشه. بسیار یک شوق علاقه بود، مثل یک بار رمضان که می آمد یکی سر کل مردم مسلمانای خصوصا مردم کابل ما می آمد. آقای قند ما یادم است آقا صاحب که بسیار خورد بودم وقتی که رمضان می آمد ما پتی یک جور میکردیم پیش خانه. بله باز به استقبال رمضان میگفتیم رمضان می بازی از صدا میکردیم که بخورین آذان داد بخورین آذان داد. به این شکل یعنی واقعا راست میگی یک شور و شوق وجود داشت، مردم اشتیاق بی‌نهایت برای رمضان داشت، ولی متاسفانه روز به روز هم شوق اشتیاق از روزهای خاص کاسته میشه که باعث میشه که مردم هم از نگاه مفکوره هم از نگاه ذهن از امو عنعنات و از امو رسومی که ما داریم از او فاصله بگیرن. خب به هر حال نمیخوایم روی موضوعات گپ بزنیم، مشکلات در وطن ما از اگر زیاد گپ بزنیم تام خسته میشی جگر. نه آقای قند تامی گفتن اگه بگیم من برات صحبت میکنم. باز غیر از اینکه باز نماز تراویح میشد آقای قند بعد از نماز تراویح باز 10-15 نفر باز این بچه‌ها یک جای میشدیم، حتی یک زیر بغلی رو میگرفتن باز خانه به خانه ما رمضانی میرفتیم. خب خودتون میخوندی استاد؟ میخوندیم میخوندیم باز به خانوالا باز یک چیز توفه برای ما رایی میکرد، کسی چای میداد، کسی یک چیز دیگه. حالا فرمودی خودت تو علاقه شوق رفتنی اینا تو کار از آقای قند همون مردم سابق ما که بود. بله. اون مردم ها دیگه نیست آقای قند. یادت هست از اون چیزایی که میخوندی در شب‌های رمضانی؟ بله میشه بر ما کمش چی کنی؟ اون بسیار کمش آقای قند طوفان که می آمد کلی چیز از پیش ما رفت که حالا بعضی دوستان میگه آقا تحصیلات مکتب و انتون من گفتم جان بدر آقا دمی الف که بند مونده در بین رسیدن. در دلم نیست بجز الف قامت یار چی کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. یعنی یک الف محترم که من شما عمل کنی سرعو میرم. اینقدر مستم که بی کشتی به دریا میروم، در ستون عشق پیچیده به بالا میروم. باور کنین آقای قندم که حال که میبینم بعض وقت من شوق نان میخورم من چی بگم چاش چی خوردیم معلوم نیست. خب استاد حالا میخوایم در مورد کاکا و کسایی که نامی بودن از افغانان از اونا بشنوم، به خاطر از اینکه مردم کابل اصیل هستیم و در کابل زندگی کردیم طبیعی است که از اونا آگاهی داریم و نامشون رو میفهمیم. میخوام در مورد از اونا بشنوم و کدامش بسیار آدم مشهور بود میشه یکی از اون داستاناش بر ما قصه بکنید. ولی آقای قند کاکاها بسیار بود. دکتر نجیب دمیدی افغانان ما کلان شده. دکتر نجیب خود رئیس جمهور است. سیبا میشه کلان شده. مسعود دمی منطقه ما کلان شده. این منطقه که پیشتر شما آمده بود این یک سه خانه بالا میشه مسعود میشه کلان شد که خود دگروال دوست محمد که از پنچیر آمده میشه آمدن کلان شدن. باز یک کمک کوره که چیز میشد باز میرفتن کارتی پروان. دیگه آقای قند اول بچهای زلمی خان نایب سالار بود که صاحب نظام جان درانی جان صلاح‌الدین یک تعدادش که فوت کرده خدا ببخششان. دیگه بسیار مردمای داشتیم کلشان سخی طبیعت بود. دی افغانا بود آقای قند اینجا تا که اب دیوانام کسی که چکری جنه میامد روی کس دیوانه نمیگفت، ملنگ کی جنه میامد روی کس ملنگ نمیگفت. باید دی افغانان زیارت کنه. اول عاشق عرفان بود اون دی افغانان. چرا زمانی که بود شار کنه بود این کل مردمای رسیده ما وزیر بود سالار کسی که بود از شار کنه بود. بازیدی افغانان اینجا ظاهر خان نمیموند اینجا کسره. بازمی وزیر نوروز خان همینجا جای گرفت که وزیر داخلی ظاهر خان بود. حالا دکانی چیزایش هست حالا فعلا خودشان نیستن دیگه یار دیگه کسای اجاره کردن. اینجا به اصطلاح که صحبت دیگه کردیم جوی شیر بوده که بازی از سه پارک دو تقسیم شده بود. اینجا حوض مرغوی ها بود.
یک تقسیم از درک میرفتم و توسط آقای قند یک تقسیمش طرف شارنم کنم و جوی کثافت تبدیل شده چرا اون آدم ها نیست. دیگه بسیار مردم های روشن داشتیم آقای قند دیگه در شارکنه بسیار مردم ها داشتیم حال کاکا کس را میگفتن که دسترخوان داشتن یک مظلوم ظلم میشد از تا سر خود تیر بدن میدید که بیوست یک یتیم از چیز نداره که تو کمک میکنن حالا که مردم ها رفت صدقه سر چونگان میسن. دقیق به یاد داری یا مثلا معلومات داری در مورد از این که چرا دی افغانان مینامن دی افغانان؟ یا آقای قندونم پیشتر برات عرض کردم که وزیر نوروز خان که بود افغان بود، پشتون بود، از لوگر بود. نایب سالار زلمی خان بود، از جاجی منگل بودن. اینمی برادرها که جامد به نام دی افغانان یاد شد. یک دی بود به اصطلاح. بازی 4 دروازه داشتیم این منطقه ما. یک دروازه طرف سلطان خوجی ساقبلی که وزارت معارف است. یک دروازه سر مخزن بود که دیگر کوی آثار خانه نبود آقای قندم. تنها مخزن آب بود. مخزن آب بود. باز شب بعد از 8 بجه باز دروازه قایم میشد آقای قند این به نام دی افغانان یاد میشه. بله. بیشتر از در جریان صحبت‌هایتان از عاشقان عارفان نام بردیم. بله. عاشقان عارفان فکر میکنم شما گاهی اونجا میرین اونجا خانقای پالوان بود باز چند وقت گوشه شکست کرد باز خانقا اونجا بود. خانقای پالوان از بسیار سابقه دار خانقا آقای قنده. بسیار. خانقا به اصطلاح شفاخانه است. به اصطلاح شفاخانه است که آدم به اخلاص در آید انشاءالله دست خالی نمیبراید. خب آقا صاحب بسیار حرفای شیرین است. من به معلومات اضافه میشه. خودتان شیرین است. بخیر باشین. فقط میخوایم یک سوال دیگر هم از خودت بگیرم، سوال عمده است. به خاطر از اینکه شعر در حافظه‌تون بسیار زیاد است. معمولا شعرهای کدام شاعرها را میخونید؟ اشعار کدام شاعرها را؟ ولی آقای قد ما از حافظ صاحب شروع کنیم. ولی حافظ صاحب که است این کلش از بسیار عشق پیدا میشه آقای قد. عشق است که به علاس نیست جویده یا بنده است. بیشتر در حساب خانقا گفتین یک خانقای چشتیام داشتیم کجا قوانی خونی میشه. خدا ببخش استاد سراهنگ بود، نعیم بخش بود، شیدا بود، استاد نتو بود، استاد قاسم بود که بچه ها و نواسایشان هست. اونا دیگه باز که ارگونی شده که شورک میخواد کلکایشان باز در عالم بالا میبرد آدم. عارف میگه که خواجه ما غریب نواز بود، خاص درگاه بی نیاز بود، از زبان رباب میشنود گوش هر کس که حل راز بود. نامرادی و داغ محرومی در عشق امتیاز بود، جز تو هیچ کس نمیداند که چی در پرده های ساز بود. ایدری در طریق اهل سما رفتن از خویشتن نماز بود. اینال آقای قند رباب کس روح باب است. دونم خانقا که چالان میشد باز بیشتر که گفتید هر کس باز در میگه صاحب مست میشد آقای قند میبردش یک طرف نی هر کس به طریقهای خاص خودش شور میداد. از زبان نواسرایی از زبان رباب میشنود گوش هر کس که اهل راز بود. چون ایرای طریقت کس خمیده آدم شود. مجنون بیت تا که آدم نشه دو را رفتن نمیتونه. میگه زاید غرور داشت سلامت نبرد را، رند از ری نیاز به دارالسلام رفت. عجز بیچارگی آقای قند باز در یک مقام آدم میرساند. مثل که میگه دلا بسوز که سوز تو کارها بکنه، نیاز لیبه شوی دفع صد بلا بکنه. طبیب عشق مسیح دم است مشفق لیب چو در تو نبیند کی را دوا بکنه. دل شب گرمی بازار دلهاست، در این بازار نرخ عجز بالاست. مباش سیادای دل شکسته، سبکسیر طایر عرش معلاست. بنازمان مقام بنیازی دعای دردمندان را پذیراست. و سیقل چون رسد آینه دل جمال اردو عالم در بر ماست. سواد استی اولاد آدم برنگ گل حقیقتا و ویداست. نباشم استوار تنها و کویش تضرع و دعا با حشک امراست. اینا را آقای قند نیم مردمی که شکایت میکنه سای بگم کنن. میگه رو به دربارش که اوردی گشتی نامید بنده اگر قائل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ باز به زبان دیگه عارف میگه با توی یاسی مرا صلح است هرگز جنگ نیست. زان که غیر از غم تران در دل تنگ نیست.
روی زرد خود به ما کوزان که در درگاه ما هیچ روی بیز روی زعفرانی رنگ نیست. گر شراب و بنگ خوردی توبه کو الله بگو یاد ما کن چون توانت پر شراب و بنگ نیست. در دل سنگین بدکاران امید فضل ماست، جای جوهر سنگین جز میان سنگ نیست. ما به دیار به نیکیان مبدل میکنیم، کار ما با بندگان بد به جز این رنگ نیست. در دل شبها رسن در گردن افکن توبه کو بنده را پیش خدا از توبه کردن ننگ نیست. نیک مردان طریقت چند در طاعت زنند، محی بیچاره را جز فضل حق در چنگ نیست. دیگه خداوند آنقدر مهربان است که یک دفعه ما یا رب العلا میگیم، دو دفعه لبیک میگن. یعنی مردمایی که فعلا شکوه و شکایت داری یا صاحب بگم کدن آقای کنن باید صاحب خدا پیدا بکنن که صاحبشان خداوند این قربان سر جان. اگه ما خود میشناختیم چرا تو میشدیم؟ دقیق خود شناختن خدا شناختن. این تو صاحب داریم که هیچ باید چرت نزنیم آقای کنن. یک ملنگ زیاد چرت میزد که موسی علیه السلام سر خود فیا موسی علیه السلام عرض مرا بکن که مرگم چطور میشه، روزیم چطور میشه. وقتی که موسی علیه السلام رفت بادار گفت ملنگ به چی گفت؟ یا بادار خودت میفهمی. آمد گفت کل کار دست صاحب تسی ملنگ چرخ زد، خنده که چرخ گفت این ملنگ دیوانه شدی که نمی گفت پیش دیوانه بدون که چرت میزدی. حالا هوشیار شد. اصلا خیلی می از هزار پدر مادر که در مهربان است. دقیقاً یکی از اصول خداشناسی فکر میکنم اصل اولش این است که خود شناسی. اول باید خودت بشناسی. خداوند میگه که باید اول خودتون بشناسین بعد از او باز مرا بشناسین. بله من چیستم من کیستم مرا کی پیدا کرد، چی پیدا شدیم، به کدام ماموریت آمدیم دیگه، از چی پیدا کردم مرا صاحب و از کجا آمدیم کجا میریم وظیفه این چیزی وسیله. بسیار خوب بسیار خوب. بسیار تشکر. گپای عالمانه تا قابل تشکر نیست قربانتون. ما فقط کوتاه یک چند سوال میکنم بسیار کوتاه از خودت جواب میگیرم. رنگ دلخواهتان چیست؟ والا رنگ دلخواه ما آرامی ملت است. چه یک جواب عالمانه. واقعا یک کس نبینم جگرخون باشه آقای قلب خوش است. بله بسیار. گدایگر نبینم پدری روایت نبینم. اینمی هم رنگ مثلا امیدم از به دربار خدا چرا که خدا از دل آغاز. امیدوار هستیم که به این آرزوی ما کل ما برسیم. ان شاء الله تعالی امید داریم به امر خدا. میکنم دیوانگی تا بر سرم غوغا شود، سکه بر زهر میزنم تا صاحبش پیدا شود. به خاطر از این که ما میفهمم آدم بسیار فعال هستی. قربان سرت. بسیار آدم مشغول به نظر میرسی. من اون کارهایی هم که دیدم اونجا دوستا کنارت بودن زیاد. سرگرمی معروفتون چیست؟ سرگرمی معروف ما کتاب سابق. بسیار خوب جواب داد. خب این سوالم بکنم. من نمیفهمم فکر میکنم با خودت مطابقت ندارم ولی میخوایم این سوالم بکنم. هنرمند دلخواهتان؟ هنرمند دلخواه ما وام کتاب است. وام کتاب. بله این هم خوب است. نام عزیزترین شخصی که از زندگیتان است و برای تو بسیار عزیز است و بسیار خاص است؟ الله. بله. 100 بار گفته من دو یار مگیر رشت هفت شش بگذر زنار مگیر 5 4 3 2 به کس وفا نمیکند از دو بگذر یک یار وفادار. بسیار زیاد تشکر که دعوت ما رو پذیرفتی و قدم رنجه کردی. والا آقای خان شما تشکر میکنیم. شما خوشی ملت مردم ما رو میخواهیم، ما خوشی شما رو میخواهیم. شب باشه روز باشه ما در خدمت هستیم آقای قندم. بخیر باشین. یک پیام کوتاه از خودت میشنویم که چیزی که در دلت مانده هیچ وقت نتونستی بگی او را میخوایم بشنویم. والا آقای قند نمی درد است گفتیم دیگه چیزی نداریم. کسی که درد ملت و مادر وطن نداره وقت گفتیم شعار هم است که جای باغ باشه. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. خوش باشین قربان. دوستا وقت افطار است. صدای دیگه هم شما میشنوین. دیگه ما و آقا صاحب آمادگی گرفته شده. ما میریم ما و آقا صاحب به خاطر افطار. شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. عبادتتان قبول درگاه حق. بدرود.